بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا هذا الكتاب بالخير وتممه أيضا بالخير يا رب العالمين. امروز ما و شما در کتابی به اسم قطبی شروع میکنیم، اما پیش از شروع کردن در یک کتاب دانستن 3 امر مقدمتاً از برای یک طالب العلم اهم است. یکی، معرفت و شناخت مؤلف و معرفت مؤلف که کتاب است و معرفت ما الف فیه یا مؤلف فیه. میدانین 3 امر بسیار ضروری است. چرا ضروری است؟ اگر کس بگوید که ضرورت چیست که ما مؤلف بشناسیم، ما در جواب میگوییم که به 2 3 علت ضرورت است تا ما مؤلف را بشناسیم. اولین علت که در ذکر مؤلف و به یادآوری مؤلف در اونجا نشاطی در طالب العلم پیدا می شود. وقتی ما یاد مؤلف میکنیم میگیم با این تکالیف این تو کرد و این طور کرد و درس خواند و باز کتاب نوشته کرد، در طالب العلم یک نشاط پیدا میشه که من باید خوب درس بخوانم و یک مؤلف و مصنف و یک نفر مدرس خوب باشم. یکی خوی مسئله است. دومی که شناخت مؤلف هم تعلق با مؤلف داره. مثلا امی که من تو را شناختم، مکتوبی که تو نوشته کردی، کتابی که تو نوشته کردی، او هم برای من قدر و قیمتش معلوم می شود. وقتی یک مؤلف خوب چیره دست انسان است، پس نوشتیش هم چی است؟ بسیار عالی است دیگه. از این جهت علما می گویند که ضرورت است تا مؤلف شناخته شود. وقتی مؤلف شناختیم، شناخت مؤلف مقدمه از برای شناخت مؤلف است که کتاب است. پس بعد از شناخت مؤلف بصیرت در چی حاصل میشه برای ما؟ بصیرت در کتاب. بصیرت در کتاب ضروری است. وقتی که ما کتاب میفهمیم، بعد از او باز ما فرق میتانیم کتابی که ما در او شروع کردیم و کتابی که در او تانو شروع نکردیم. بعد از اینکه این دو گپ دانستیم، ضرورت می روه اول خطانوز مؤلف نشناختیم، مؤلف ما نو معرفی میکنم و مؤلف معرفی میکنم، بعد باز می رویم با ما الف فیه. درست است انشاءالله. شما باید یاد بگیرین که نام کتابی که قطبی شما میگین در اصل نام علمیش این نیست. نام علمی از این کتاب چی است؟ تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسية. تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسية. چی عجیب گپی از این دانسته شد. متن از این کتاب رساله چی بوده؟ شمسیه بوده. و خود شرح از این را تحریر القواعد المنطقیه میگویند. این نام از این کتاب است. اما چون مصنف یا جامعی از این قطب الدین رازی هست، به او عنوان به چی مشهور شده؟ به قطبی مشهور شده است. به قطبی مشهور. آل بیادر گل، اول متن بشناسیم، بعد از او باز شرح هستی. خو یک شرح هست بالای شمسیه، رساله شمسیه. آل رساله شمسیه از کیست؟ رساله شمسیه از ابو عمر ابن علی الشافعی است. ابو عمر ابن علی شافعی، کنیه‌اش ابو عمر است و ابن علی الشافعی میگنش. ملقب است به نجم الدین. ملقب به چی است؟ نجم الدین میگفتنش. معروف
کاتبی میگنشم. معروف به چی هستن؟ کاتبی قزوینی میگنش. حالی استادای ازی شاگردا داره و استادای بسیار، یعنی صاحب رساله شمسیه خرد نفر نبوده. کاتبی قزوینی که ابو عمر ابن علی الشافعی ایره میگن که بسیار میلان به طرف اهل تشیع داشت. میگه بعضی ها امیگه پا میگن که میلان داشت، اما بعضی ها میگن میلان نداشت. صحیح شد؟ آلی استادای ازی مثلا علامه حلی، ای استاد علامه حلی هم از یکی از شاگردایش است. قطب الدین شیرازی، استاد قطب الدین شیرازی، یعنی ای شاگردش بالای کتاب استاد خودش چی نوشته کرده است؟ شرح نوشته کرده. قطب الدین شیرازی و ای با معذرت استادایش ایا بودن. سعی کنین استادایش علامه حلی، قطب الدین شیرازی، ای قطب الدین رازی دیگه است و قطب الدین شیرازی دیگه است. خب قطب الدین شیرازی ای استادایش بوده. ای استادای علامه کاتبی قزوینی هستند. شاگردای ازی خواجه نصیر طوسی، یکی از جمله علمای خواجه نصیر طوسی معروف است در کتابای منطق. یک کتاب بسیار معروف منطق داره به امرای محس در امیجا، به هر صورتش خواجه نصیر طوسی او یک کتاب داره و همچنان بسیار شاگردای معروف و مشهور دیگری هم داره. خود از این کتاب، ساختار از این کتاب چه رقم است، یعنی کتاب چه رقم تدوین شده و جور شده. این مشتمل است به مقدمه و 3 مقاله و 1 خاتمه. شما باید ساختار کتاب بفهمید. امی خود رساله شمسیه 1 مقدمه داره، 3 مقاله داره و یکی هم چی داره؟ خیر ببینین، خاتمه داره. مقالاتش در ضمن چند فصل بحث میشه. همین مقالات در ضمن چند فصل بحث میشه و خاتمه در ضمن 2 بحث توضیح شده است. رساله شمسیه ما در کتابای منطق 2 نوع تدوینات داریم. یکی تدوینی است که کتابای منطق از معرف و حجت بحث میکنن، یا به تعبیر دیگر از تصور و تصدیق. یک مبحثش تصور است و بحث دیگرش چی است؟ تصدیق است. این کتاب قطبی یا رساله شمسیه هم به نمط تصنیف شده است، یعنی معرف و حجت می نامین یا تصور و تصدیق می نامین. به مو تعبیر چی شده؟ ترتیب شده. البته این روش تصنیف اولا ابو علی سینا چیز کرده. امی تعلیفی که تصور، اول تصورات، بعد از او باز چی؟ تصدیقات آورده. باز ای در کتاب خود الاشارات و تنبیهات یک کتاب داره ابو علی سینای بلخی. ابو علی سینای بلخی ابتداءً این ترتیب چی کرده؟ اختیار کرده است که او را مفصل از برای منطق میگن. ارسطو معلم اول، فارابی معلم ثانی و بعد از او باز ابو علی سینا را مفصل از برای منطق و تفصیل دهنده از برای علم منطق میگویند. البته رساله شمسیه یک کتاب معروف و مشهوری بود که در زمان خودش بسیار متداول بود، تدریس میشد و مدرس بود در مدارس و خوانده میشد و طلاب ایره میخواند. ما اختصارا مقالات ازی را بیان میکنم. مقاله اول ازی چی بحثا را داره؟ سعی کنین. مقاله اول ازی در اینجا بحث مفردات ذکر شده. مفرد برای شما اول جمله و مفرد اینا را ذکر میکنه در ضمن 4 فصل. مقاله اول چند فصل داره؟ 4 فصل داره. دلالت لفظ بر معنا را بحث کرده و همچنان معانی مفرد و اینا را بحث کرده. بعد از اون مباحث کلی و جزئی و اینا و تعریفات اینا را ذکر کرده. خب شما یاد بگیرید که یک مقدمه شد رساله شمسیه، 3 مقاله شد، 1 خاتمه. مقاله اولت به چند فصل بود؟ 4 فصل بود. یعنی کتاب شما هم یک تصویر کلی از کتاب در ذهن خود چی کنین؟ بگیرین. مقاله اول 4 فصل داشت.
مقاله دومت فصولش متعدد است. قضایا چی بحث شده ده؟ او قضایا بحث میشه، قضیه و جمله که ما و شما میگیم او بحث میشه، احکام قضایا. خو او در ضمن یک مقدمه و 3 فصل، یک مقدمه و 3 فصل، 3 فصل. و همچنان تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض و تلازم شرطا را در امی فصل مقاله ثانی برای ما و شما در ضمن فصول 3 و یک مقدمه مصنف رحمت الله علیه به ما و شما چی میکنه؟ بحث میکنه. مقاله سوم در 5 فصل است. مقاله سومتان در چند فصل است؟ در 5 فصل است. در این 5 فصل به موضوع قیاس میپردازه، تعریف قیاس میکنه و قیاسات به ما و شما چی میکنه؟ تبیین و توضیح میکنه. البته خاتمه کتابتان 2 مبحث داره. مبحث اولش مواد قیاس است که یقینیات است و غیر یقینیات است. او قیاسی که از یقینیات متشکل باشه و از غیر یقینیات اون را بحث میکنه. مبحث دومتان به اجزای علوم که عبارت از موضوعات و مسائل و محمولات و اینا، از اینا بحث میکنه. ای بود خلاصه مقالات 3 و خاتمه کتابتان. البته این کتاب به نهج این رساله شمسیه بود. این کتاب رساله شمسیه این به درخواست یک پادشاه یا وزیر نوشته شد. و وزیر نامش اینطور بود، غیاث الدین محمد که وزیر سلطان ابو سعید بهادر خان بود. در سال 728 هجری قمری او چی گفت؟ برای ازی گفت که ما برای اینطور یک کتاب تصنیف کو در منطق. بعد از او بازی طور کتاب چی شد؟ تصنیف شد. البته پادشاه و وزرای ما قبل به همراه اهل علم چی داشتن؟ آشنایی داشتند و بسیار علم دوست بودند، خودشان هم اهل علم می بودند و علما می بودند، بنان اینطور کتاب چی کردن؟ تصنیف کردن. و همچنان از جمله آنانی که معاصرین حیاتش بودند، سید شریف جرجانی رحمت الله علیه هم به همراه از اینا از جمله معاصرین بود، زندگی به سر می برد در امو وقت. و این کتاب به شیوه قال اقولو نوشته شده. قال میگه که مثلا صاحب در رساله ایطور گفته است، اقولو با تحقیقات علمیه خدا قطب الدین رازی صاحب چی میکنه؟ اضافه میکنه و روشنی میده. آلی خو تا اینجا شناخت رساله چی بود؟ شمسیه بود که از کی است؟ او را گفتم کاتبی قزوینی. آل قطب الدین رازی خودش کی است؟ قطب الدین رازی محمد ابن محمد ابو جعفر رازی بویهی. قطب الدین رازی ابو جعفر محمد ابن محمد ابو جعفر رازی بویهی. در نزدیک تهران یک شهر از در ایران، ری میگنشه، شهر ری. در ای ری زندگی کرده و امونجا تولد شده. بعد از او امی سعدالدین تفتازانی صاحبم شاگردمی وقت بوده، کمی تفاوتا داشتن. امی صاحب مواقف شما میشناسین، کتاب مواقف میشناسین، شرح مواقف، آخرین کتاب سعی کنید ای بغل آخر شرح مواقف میگن، او خود شرح هست. خود مواقف و متنش از عضد الدین ایجی رحمت الله علیه، عضد الدین، عضد با عین و ضاد و دال نوشته میشه، ایجی رحمه الله بسیار عالم بود. باز شاگردای عظیم مثل سعدالدین تفتازانی صاحب شاگردش هست، این همیطور دیگه علما، از او جمله قطب الدین ای هم از جمله چیش هست؟ شاگردایش هست. و اینطور صاحب علم بوده. ای هم از جمله شاگردای از او هسته. به نزد از این قاضی رفت و به نزد از او درس خواند. البته میگویند که صاحب قطبی امام قطب الدین رازی شیعه بوده. در شیعیت ازی بعضی علما قول میکنن، اما
شیعه ها زور میکنن. چرا؟ شیعه ها خود کوشش میکنن که هر کسی که صاحب قلم به دست است او را از خود کنن. مولانای روم هم میگه از ماست و فلانی هم از ماست. هر کسی کوشش میکنن. خب یادتان باشه در ایران به این معنا نیست یک کسی در ایران زندگی کرد و چی باشه؟ شیعه باشه. نه، شیعه ها خب بعد از یک چند سال، یک چند محدود سالا میشود که آمدن و بالای ایران سیطره حاصل کردن. ورنه اونجا حکومت اهل سنت بود. امام محمد ابن حسن شیبانی در نزدیکی های ایران در اونجا دفن است. در امونجا بسیار علمای اهل سنت مدفون هستند. او اهل سنت هستند، خود چون که آل در دست از این خبثا هست، بناهن اهل سنت نمیمانه که یک نفس آزاد بکشن. صحیح؟ دیگه ایجا اهل تسنن و اهل سنت میگه که نه، این شیعه نبوده. بعضی علما قائل به شیعیتش هست، اما برای شیعیه بودن و نبودنش دلایل میگن. اونایی که میگن شیعه نیست، اولی طور میگن، میگه این صاحب رفت در شام زندگی کرد، در شام زندگی کرد، در اونجا در شام به نزد اهل سنت زندگی کرده است. پس وقتی که در میان اهل سنت زندگی کرده، پس شیعه میان اهل سنت زندگی نمیکنه. تو خودش چیز باشه، برش در جای شیعیت فارغ هم باشه و بره در میان اهل سنت زندگی کنه. دیگه دوم دلیل طور میگن که تصانیف شیعی عزیب نیست. قطبالدین رازی صاحب کدام تصنیف شیعی در فقه شیعه و در این چیزا نداره. سوم دلیل طور میگن که علامه تقی الدین سبکی، شما شاید نامش شنیده باشین، تقی الدین سبکی رحمت الله علیه اونجا زندگی می بسر می برد در شام. در این جایا او کسی که مخالف سرسخت ابن تیمیه بود، بالای از ردود نوشته می کرد، او قاضی القضات بود، در اونجا زندگی می کرد دیگه. در مدرسه از او، در مدرسه که او قاضی بود، در جایی که او قاضی بود، در مدرسه بزرگی از او شهر می رفت و همونجا بود. پس میگن این دلایل است بر چیش؟ بر عدم شیعیه بودنش. و ما چیزی دیگری که از خود کتاب براتان میگم، شما در خطبهش ببینین اینجا براتان نوشته میکنه. وقتی اینجا او به افضل صلوات و آله و اصحابه میگنه، اصحاب شیعه ها عادت به ای دارن که اونا چی نمیکنن؟ به اصحاب درود نمیگوین. پس وقتی که به اصحاب درود نمیگن، معلوم میشه که در اینجا به اصحاب درود میگن. پس قطبالدین رازی از جمله چی بوده است؟ اهل سنت بوده است، شیعه نیست. وفات ازی بعضی علما میگه که در سنه 766 است و بعضی تواریخ باز میگن که در سنه چی است؟ 776 است. بعضی ها این 776 میگن. خواه پس وقتی که در سنه 766 یا 776 اینطور شده است، این کتاب تصنیف کرده بود و صاحب در این سنه وفات کرده. 76 بعضی ها میگن 766. 10 سال تفاوت میتن، یا 66 یا 76. قولین علما در این باب ذکر میکنن. حالی وقتی که این مؤلف و این مؤلف شد، مؤلف فیه چی است؟ این در کدام فن چی شده؟ تعلیف. شما میدانین که فنی که کتاب در او تعلیف شده او چی است؟ منطق است. و منطق علم عالی هست. شما علوم، یکی علوم مقصودی دارین و یکی علوم عالی دارین. عالی به همزه عالی نه، بلکه یا اینطور تقسیم کنین، علوم عالی دارین و علوم عالی دارین، یا علوم مقصودی دارین و علوم عالی دارین. آله مثلا صرف، نحو، منطق، اینا که از جمله علوم چی هستن؟ عالی هستن. آله هستن از برای فهمیدن نصوص قرآنی و اینا. علوم عالی دارین که علوم تفسیر است، حدیث است، فقه است، یا علوم مقصودی که اینا هستن. پس یه علم منطق از جمله علوم چی است؟ علوم عالی است. دوم تعریف ازی، شما خود تعریف یاد دارین، خوب منطق هم خواندین. میگن چی میگن؟ که آلتون قانونیتون
تعصموا عن الخطای فی الفکر. این تو علم است. آلت قانونیتن که برات میگه بس گپ حل میکنه که اول تو را میفهمانه که یه علم عالی است، علم عالی نیست. میگه ایره مقصود جور نکو که تمام عمر منطق بگویی و منطق بخوانی، ایره مقصود جور نکو، بلکه علم عالی است. خوب یادش بگی، خوب یادش بگی، خوب متبحر شده ایش، خب مقصود نسازشه. فهمیدین؟ این تعریفش است. خیلی موضوعش چی است؟ تصورات و تصدیقات است. تصورات و تصدیقات است. خیلی حکمش بگو. حکمش به نزد بعض علما حرام. جلال الدین سیوطی صاحب یک رساله نوشته میکنه، القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق، یک رساله نوشته میکنه. خب اونجا باز ما یک جواب میگیم که اشتغال گفته، یعنی مشغول شدن. اشتغال به این معنا که معکوف تمی باشه، خود سرش معتکف کنی، دیگه نه فقه بگویی، نه فقه یاد بگیری، نه تفسیر یاد بگیری و نه قرآن تلاوت کنی، بلکه چی باشه؟ یا قطبی ده یک بغلت ماندگی باش، سلام دیگه بغلت، دیگه حمدالله و قاضی و اینا کلش چهار دو بغلت گرد کرده باشن و این میاره خوانده بروی، گفته بروی، یاد کرده. پس این اما او طرف اگر آدم چیز کنه به خاطر فهم از جمله واجب کفایی میتونه شده که طالب العلمی که میخوانه ایره یاد بگیره، به خاطر که حواشی و دقایق بسیار کتب از این حل میشه. و خصوصا در علم کلام، خصوصا در علم کلام از این بسیار کار میآید و برای استدلال در مقابل آنانی که فلسفی هستند و منطق به کار میبرن و از قواعد و ضوابط منطقی استفاده میکنن، یادگیری از این علم از جمله مهمات است. مؤسس از این یا مدون از این علم میگن که ابتداءً ارسطاطالیس بوده که او را معلم اول میگوین. بعد از اون معلم ثانی کی است؟ فارابی. او فارابی است. و معلم ثالث یا مفصل از این علم ما براتون گفتم که کی از خیر ببینین؟ ابو علی سینایی بلخی. محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت